برادر عزیز، پیش از آن که با خواهر و دختری کسی صحبت‌های تلفنی میکنی و یا در شبکه‌های اجتماعی برای آنها سخنان محرمانه و شهوت‌انگیز مینویسی و آنها را به بی‌حیایی و فساد میکشی، فراموش نکن که روزی فرا میرسد که این زبانی که با آن سخنان محرمانه میگفتی و این دستانی که با آن سخنان شهوت‌انگیز مینوشتی و خواهران ایمانیت را به بی‌حیایی میکشاندی و این پایهایی که با آن به وعدگاه می رفتی و با آنها در خلوت می نشستی و کاری سینا را انجام می دادی، بر علیه تو گواهی می دهند و آنگاه هیچ عذر آورده نمی توانی. آن روز حساب و جزا است که هیچ گناه پوشیده و پنهان نمی ماند. خداوند در آیه 24 سوره نور می فرماید: استعیذ بالله یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما كانوا یعملون. صدق الله العظیم. یعنی روزی که زبانهایشان و دستهایشان و پایهایشان به آنچه که می کردند بر علیه آنها گواهی می دهند، یعنی بر هر گناهی که انجام می دادند، خواه در پنهانی و یا در آشکارا، زبانها و دستان و پایهایشان بر علیه آنها گواهی می دهند. پس ای برادر عزیز، بترس از آن روزی که دست و زبان و پایهایت بر علیه تو گواهی بدهند که با زنان و دختران مردم صحبتهای محرمانه می کردی و سخنان شهوت‌انگیز می گفتی و آنها را به زنا و به حیایی می کشاندی. بترس از آن روزی که این دست و زبان و پایهایی که با آن گناه انجام می دهی بر علیه تو گواهی بدهند و تو را در پیشگاه تمام مردم محشرگاه شرمنده و رسوا بسازند و در آن روز هیچ عذر آورده نتوانی. و السلام علی من اتبع الهدى. دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، مطیع نفس شیطانی چه حاصل. بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی چه حاصل. درخت غم به جانم کرده ریشه، به درگاه خدا نالم همیشه. عزیزان قدر یک دیگر بدانید، اجل سنگ است و آدم مثل شیشه. نظر کردم به گورستان کم و بین،